یادم سالهای 2007 و 2008 موتورولا و نوکیا دائما داشتن با گوشی‌های جدید و سخت افزارهای بهتر با هم دیگه رقابت می‌کردن و عمدتاً فکر می‌کردن که اصل کار رقابت روی سخت افزاره. تو همون زمانا بود که اپل اومد و با یه اکوسیستم و معرفی کردن اپ استور تونست یوزرها رو بیشتر به خودش جلب بکنه و اونجا بود که اپل فهمید اصلا رقابت این روی سخت افزار تمرکز کردن نیست، در اصل جای دیگه است و تمرکز بر اون اکوسیستم است. مثالای زیاد دیگه ای هم هستن تو بیزینس‌های مختلف. بیزینس‌ها متوجه میشن جای رقابت جایی نیست که دارن روش تمرکز میکنن و باید برن جای دیگه ای رو برای رقابت انتخاب بکنن. مثالش توی همین ایران خودمون فروشگاه اینترنتی هستن. یه بازه زمانی تامین کالا، یه بازه زمانی ارسال و پوشش به لحاظ لوکیشنی، یه بازه زمانی نوع اقساط و اعتبار میشد دلیل رقابت پلتفرم‌های آنلاین برای فروش. ولی الان میبینیم که دیگه یواش یواش رقابت داره جای دیگه ای میره و عمدتاً پلتفرم‌ها سعی میکنن چسبندگی بیشتری رو برای مشتریان خودشون روی پلتفرم‌های خودشون ایجاد بکنن. این موضوع رسیده به ابزارهای هوش مصنوعی که این روزها دارن با هم دیگه رقابت میکنن، چت جی پی تی و کلاود و جمینای و گروک، و انگار اونا هم به یه مرحله رسیدن که فهمیدن معرفی فیچرهای، معرفی مدل‌های سختی که تعریف میکنن و مدل‌های پیچیده‌ای که تعریف میکنن دیگه جای رقابت نیست و اصل کار اینه که کدوم یکیشون بیشتر میتونن پلتفرم رو هیجان زده بکنن با فیچرهای مختلف. بر همین اساس چت جی پی تی یه فیچر جدیدی رو معرفی کرده به نام پالس، چت جی پی تی پالس، که فکر می‌کنم دیروز معرفی شده. خیلی واقعا ویژگی جذابیه و بیشتر یه مدل هوش مصنوعی جدید نیست، بلکه یه فیچر خیلی ساده است که قراره تو روزمره اصطلاحاً نبض زندگی دیجیتالی ما رو به عهده بگیره. به چه شکل؟ مثلا شما فرض بکنید که دانشجو هستید و روز قبل از چت جی پی تی چند تا سوال پرسیدید در مورد پایان نامتون. شب چت جی پی تی تمام سوالایی که شما ازش پرسیدید و با تمام منابعی که از دیپ ریسرچش در میاره و ایندکس هایی که میکنه منطبق میکنه و فرداش میتونه پاسخهای بهتری رو به صورت یک کارت برای شما پرواکتیو به شما نمایش بده و مثلا بگه که اون سوالایی بود دیروز از من پرسیدی، من مثلا یه مقاله جدید پیدا کردم در همین موردی که ازم سوال پرسیدی، میخوای برات بخونمش. یا مثلا اگر از روز قبل در مورد یه سری سفر رو پیدا کردن بلیط ازش سوال پرسیده باشید، چت جی پی تی شب یه سری سرچ های جدید انجام میده و فردا احتمالاً با یه پلن جدیدی بهتون برمیگرده که مثلا من اون بلیطی رو که دیروز ازم سوال پرسیدی رو بالاخره پیدا کردم و به صورت یه پالس یا یه کارتی برای شما نمایش میده. یعنی ما روزانه میتونیم صبح که از خواب بیدار میشیم توی چت جی پی تی مثلا 10 تا پالس مختلف ببینیم که مرورشون میکنیم و اونایی که میخوایم ازش میخوایم که اجراش بکنه. این موضوع باعث شده که چت جی پی تی از اون حالت به صورت پرواکتیو باشه، نه دیگه پسیو عمل بکنه. یعنی به جایی که منتظر بمونه تا ما ازش سوال بپرسیم، اون فعالانه بیاد و یه سری پیشنهادات رو به ما بده. خیلی جذاب بود برای من برای خودم رو ازش پرسیدم و خواستم که به من این پالسا رو بده. مثلا چند روز پیش در مورد پالت رنگی و یه برند بوکی که میخواستم تصحیحش بکنم سوال پرسیدم، بهم آفر داده، گفته مثلا مشکل اونجا تو تونستم حل بکنم، پیشنهادم بهت یه همچین ساختاریه. یا مثلا چند تا افزونه جدید تو چت جی پی تی که برای داشبورد نویسی دیتا لنز هست رو بهم پیشنهاد داده که میتونم ازش استفاده بکنم برای که بتونم داشبورد ها رو خیلی راحت بالا بیارم. در مورد داکر بهم گفته که مثلا 2-3 روز پیش ازش سوال پرسیدم که یه فیچر جدید داره. خیلی جذابه و این باعث خواهد شد که اون ویژگی‌های پرامپت نویسی دیگه کمتر، یعنی آدما کمتر بهشون توجه بکنن و این ابزارهای هوش مصنوعی باشن که دیگه پرواکتیو فعالانه به ما آفرهای مربوط به زندگیمون رو بهمون میدن. فعلا برای نسخه های غیر پرو فعال نشده، فقط روی نسخه پرو فعال شده و فکر میکنم تا چند هفته دیگه حداقل یک سری از ویژگی هاش رو در نسخه های عادی هم بتونیم ببینیم. خیلی جذابه.